اگر شما اوید به خطری خود خواطر میشده باشید، پس شرکت معمول این ساحه نورتون کارکرد برنامه تأمین به خطری را برای شما پیشنهاد میکند. چخیلی که منبع The Verge خبر میدهد، شرکت نورتون یک جای با شرکت بتا برند جنس ها و پیجک ها را با حفظ اینتگرالی از جنایتکاران برآورده اند که کوشش خواندن معلومات ها را با واسطه کارد و RFID چیپ ها دارد. این نتیجه با واسطه کار فرمودن متاع مخصوص به دست می آید که سیگنال RFID را خوانده محاصره می نماید. خبر داده می شوند که اختراعکاران در نقشه دارند جنس ها را با دو کیسه های محافظت شونده برآورند. در آنجا کارت های بانکی، شناسنامه و دیگر تجهیزات های RFID نگاه داشته می شوند. اینچنین گردیرابی خود را با کمزلچه پوره نموده است که آن نیز یک کیسه امین را داراست. مؤلفان مقصد گذاشتند که جنس ها و پیجک ها را همچون دو لایحه علاهیده ایجاد کنند. بنابراین ارزش شیم نزدیک به $150، کمزلچه $138 می باشد. عین حال شرکت نورتون و بتا برند برای لباس های محافظت کننده مبلغ جمع کرده ایستاده اند. همین که به دستشان مبلغ لازمی پیدا گردید، آنها برای استحصال و تقسیمات محصولات خود آغاز می کنند. در آینده شرکت نقشه دارد همکاری خود و مصالح نوی محافظت از جنایتکاران را کارکرد نماید. پرزیدنت زیرشعبه موبیلی سامسونگ کا دونجینگ که همچون دیجی کوه معمول است، در روز نمایش آیفون نو ناگهان قرار داد که به آژانسی اطلاعاتی اسوسییت پرس درباره نقشه‌های شرکت کره‌ای برای سال آینده خبر دهد. در بین دستگاه‌های نو وعدگی اسمارتفون چندیر نیز جای دارد. موافق سخنان رهبر تجارتی موبیلی سامسونگ، شرکت کوشش کرده ایستاده است که اکران اسمارتفون نوبتی را از گلکسی نوت به دو قسم برابر قطع شونده گرداند. عادتاً نوت ها در آخر فصل تابستان و آغاز تیر ماه میبرایند. اما کو قید نمود که حالا در پیش مهندسان یک قطار پرابلم های حل نشده باقی میماند. اگر کار از بالای این پرابلم ها با موفقیت انجام یابد، نوت اکرانش قطع شونده در حقیقت هم سال 2018 برآورده می شود، وگرنه برآمدن آن باز به مهلت دور و دراز باقی مانده می شود. سامسونگ نمونه دیسپلی های قطع شونده را هنوز در سال 2013 به نمایش گذاشته بود، ولی تا حال چطور بدون ضرر رسانی به اسمارتفون مجهز نمودن آن را برای استفاده برای براحت فکر کرده نبرآمده است. کو اینچنین تصدیق نمود که سامسونگ یک جای با شرکت بزرگ کره‌ای هرمن که به نزدیکی آن را خریداری کرده بود، کلانکه دانا را به مدد رسانی صدای بیکسبی کارکرد کرده ایستاده است. تاجیکستان در رده‌بندی تشکیلات بین المللی بریتیش بکپکر سوسایتی از روی امکانیت‌های سیاحت سرگذشتی و پیاده‌گردی به 10 کشور بهترین جهان شامل شد و موقع هفتم را اشغال نمود. در پنجگانه اول این رده‌بندی پاکستان، روسیه، هندوستان، ترکیه و قزاقستان قرار دارند. در تاجیکستان استفاده مسنجر وایبر قسما محدود کرده شد. استفاده برندگان این مسنجر معروف جمهوری که در حدود جمهوری قرار دارند اکنون نمیتوانند با واسطه این مسنجر زنگ آدیویی و ویدیویی انجام رسانند. تنها امکانیت روان کردن مکتوب وجود دارد و بس. در حال حاضر زنگ آدیویی و ویدیویی با واسطه وایبر به قریب همه استفاده برندگان و اپراتورهای موبیلی و پروایدرها غیر امکان گردیده است. این را استفاده برندگان این مسنجر می نویسند که وایبر قسما محدود شده است. هنگام زنگ آدیویی در وقت جواب دادن خاموش می شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فرمان ضد تماکو را به امضا رساندند. در مقایسه با فرمان سال 2010 فرمان مذکور طلبات را مستحکمتر نمود. کشیدن محصولات تماکو قریب در همه جا منع کرده شد. این بود خبر و گزارش های هفته سپری شده از طرف کانال تفکر تیوی. برای دیدن دیگر نوارهای جالب و شوق‌آور به کانال ما همراه شوید و لایک را فراموش نکنید. اینچنین این نوار را به دیگر دوستان خود نیز فرستید.